آره آره آخش مکوین تو چیکار میکنی دایی؟ تو من جیاری میخوام بیان سمت شهر پیش خواهر ایرامی و عزیزیم خدا نگهدار. چی؟ تو خواهر داری مادر؟ نه آره لینکامو عوض کردم که ماشینم پرسرعت شد. سلام علیکم. قرص پول میخوای؟ نه بابا خواهر سلام. به سلام مکوین ماتر خوبی؟ اوه مکون اکست. مکوین من با تو حرف خصوصی دارم. باشه شماره تنها میذارم. اوه خودم برو پیش خواهرت دیگه. جدی؟ وای مکوین من 2 بلیت باغ وحش گرفتم. وحش گرفتی؟ بس من و ماتر با هم دیگه میریم. یوهو. پس من چی؟ تو کهکشان اومدم این دیواره پرواز. آسمون ما نمیای پر پرواز. از اکست متشکرم که واسه همون بلیت باغ وحش گرفت. خب چون اون مال منه دیگه. به جایی بعد نکه هیچ ننی یا از یاد خونن یاد میگن چیزا. ای بابا بس کن بریم عشق و حال دیگه. ها چرا کنیه اوه کیروم شکست. اوه خودتم بیاده بیا. مکن گندونت از گندون مامان امیرعلی هم سفید تره ها. من یه بار اینجا اومدم و ازش خاطره خیلی بدی دارم. ماتر صحبتش نکن خیلی خاطره بدی بود اصلا یه جوری. تومک و بعد از اون اتفاق بود که صدا تغییر کرد. اصلا به غیر از اونا تو کل چیزو دیگه به چوق سگ دادی اونا رو کلا. علی خوابی نشون این چیه دیگه. او این دفعه خیلی دیگه بیشتر شکستش چیزم. بگذاریم ببین چی داریم میبینیم. یه رفتگر چونی یاتاقان. این فکر کنم موقع خودن قرص با شیاف اشتباه گرفته. ماتر اینجا و این گلزار سخنگو این از دودکشاش صدای احمق میاد. اوه این ها واقعا بوق. بریم دیگه. میخوام بخورمت. بیا اینو بخور یعنی مکو اینو. ماتر کجا میری؟ باستا دیگه. دوبله شده در استودیو خانواده. ترجمه‌گر و گوینده امیرعلی زاره.